عبدالرازق این حال ما رو تماشا دارد. تو با عبدالرازق چی گفتن میخواهی؟ عبدالرازق خیزر نگیری خیمه بگیره. جان تکاتم داده برای را گلتی آوردگی هجانک تکاتم داده. بعدا هشم با سرودخونی بود علاقه ای را گم کردم. دزدیدن رفتیم کجا کبرویو کجا نودنی هول پیولا چشمونت خمور. هر کم نگو ما بچه دادم. امروز کسی ملهمی اسراری کسی نیست. ما تقریبا کردن نه اگر سودان نگیرنه این موچکین شاپنشانونه سود خوشوه دادن نمیفوره. مهاجران عزیز، حجت‌هاتون وجود است، نمیدونید که حجت‌های خود رو سریع وقت در کجا تحقیق کنید. من با شما یک آدم باورینوک رو توصیه می‌کنم که 2 سال شد با ما همکاری می‌کرد. شرکت باخا میتواند در یک مدت کوتاه هفته حجت‌های شما رو از خط سرحد گذرانده شما رو به منزلتون رساند. زنگ زنید فقط. بانوان عزیز، همه شما مدینه بانو رو میشناسید که طول 4 ماه میشوه ما شما در رکلام کردیم. نگفتن آمد که چندین اپا و خواهر در اومده رجیستر کردگی از 5000 تا 15000 تومان معاش گرفته سن. شما هم میتونید که خودی حاضر بر رقم واتساپش نویسین. شما در 1000 روبل تحفه میکنه. هم کارا در مدت 1 روز میفهمونه. هر ماه همچنین از طرف شرکت فبری هر گونه تحفه ها و مدینه بانو پیشنهاد میکند که شخصانی که بازینای دایرکت رفته میرسد یک انگشترین طلا تحفه کرده میشود. خودی حاضر شانس رو از دست ندهید. با مدینه بانو مراجعه کنید. با عرض سلام و احترامی خاص نیسان یکایی که شما تماشابین همیشه فعال کانال مهراب رو فرصت دست داد باز دیده به دیدار رسیدیم. در برنامه با شما من ژورنالیست رستم عظیمی مهمان برنامه رو بهر یکایی که شما آشنا می‌گردونم. شناس شوید. این کودک خردک بوجب توانست که با وجود سن سال خردک داشتنش میان مردم یک غلغله افکنده همگی را شاد سازد، همگی را خرسند سازد و یک محبوبیت خاص را بین جامعه پیدا نماید. یونس رو شناختید؟ یونس جان نوروز فرزند آوازخوان محبوب نوروز جان قربان. دوستان عزیز علاقه بیاید معرفی میکنیم، شناس شوید و شما رو به برنامه روبرو خوش آمدید میگیم. پدر و پسرها خوش آمدید میگیم. سلامت باشین، سربلند باشین، زنده باشید. درخواست زیادی مردم بود و از ما خواهش کردن که یونس جان خردک رو مهمان برنامه سازید که رستم و آرزوی شما رو عملی گردوندیم. جستجو کردیم، پیدا کردیم. در مدت 2 روز دوستانمون با ما یونس جان رو همراه پدرش پیدا کردن دادن و امروز ما به برنامه روبرو دعوت کردیم. یونس جان خوش آمدید. سلامت زنده باشید. و نوروز جان شما میگفتید که چگونه مهر آوازخوانی در دل کوچکی این خردک پیدا شد و شما کی احساس کردید که این پیشه رو او به قول به خود میگیرد؟ این همین وقتی که من سرودخوانی میکردم در خونه، وقتی خواب میرفتم تلفن رو میگرفت سرودای من رو گوش میکرد، سرودای همین هنرمندان رو گوش میکرد. یک روز علاقه اوجه به سرودخوانی مشهور مقصد. چند ساله بودی که آوازخوانی رو یاد گرفتی؟ 5 ساله. 5 ساله. حاضر چند ساله؟ 6 ساله. 6 ساله. چه خیلی شد؟ سرود کی رو گوش کردی؟ برابرش زمزمه کردی؟ سرود کی رو؟ کدام سراینده رو؟ برادران جهانگیر رستم گوش کردی؟ به تو معقول شد؟ زمزمه کردن میتونی؟ کنی؟ برادران نرنجانه نکونست. برادران نرنجانه نکونست که آزاری برادر خان زیهن کشتی من نتونست. در حقیقت ما در توی محفل ها میدیدیم که یونس جان الان یک رقصی جالبی ملی تاجیکی میکرد و همگی رو حیرت زده میکرد. شما چه خیلی احساس کردید که فرزند شما این رقص رو یاد گرفته است؟ کی یاد داد به او؟ چگونه یاد گرفت؟ راستی گپ ما یک روز معرکه بود در خانه بین همی اویلوی در محفل یک سرود خوندم. وقتی سرود خوندم پسرم خیست رقص کرد، همه در حیرت بود. من حتی خودم نمیدونستم که کسی این رو یاد نداده بود. خودش همین خیلی رقصی مردکی ده، همین چیز مردکی رقص بازی کرد و دل شنوندگان مقصد. شما هم آوازخوانی میکردید؟ من هم آوازخوانی میکردم. در سرودهای شما رقص میکرد؟ در سرودهای من
من یکم باره که پسر من رقص کرد از سرودی من خودم رقص کردم. حاضر در پیش چشم تماشاگران ما از شما خواهش می‌کنیم سرود زمزمه کنید. یونس جان رقص می‌کنید. رقص میکنم. لولا برآمد بچه من خیگلم حرف نگفتی به مرادی دلم. لولا برآمد بچه من خیگلم حرف نگفتی به مرادی دلم. گوشه قشلاقی شما معزیلم مرمی جان بیا کی افکارمه سبزی نرنگ آمده میمانمه آتشک میزنه بر جانمه سبزی نرنگ آمده میمانمه آتشک میزنه بر جانمه روی سفیدش به منی غم زده بهتر از آن گلهای شبنم زده. روی سفیدش به منی غم زده بهتر از آن گلهای شبنم زده. من به جمالی و نظر میکنم خالصی و دانه دانه کم زده. من به جمالی و نظر میکنم خالصی و دانه دانه کم زده. سبزی نرنگ آمده میمانمه آتشک میزنه بر جانمه. آفرین میگیم برای خود رقصی بین‌نهایت زیبا کردن یونس جان و فکر میکنی که یک مردی کلونسال رقص کرده حساب باشد. احسن میگیم. یونس جان تو در اویله چندم فرزندی؟ چند تا دختر داری؟ چند تا خواهر داری؟ 4 تا. تو چندم فرزندی؟ یکم، دوم، سوم؟ سوم فرزند. از تو کلون هست؟ اکا داری دختر داری؟ نه. این فرزندی چندمی شما؟ سوم فرزند من است. دیگر فرزندات هم در روی صنعت هستن یا یکی تمام؟ یک فرزند دیگریم اناسون اسکریپاچ میخونه صنف یکم ده. و شاو خوزاقش مثل یونس جان است؟ فقط اسکریپاچ مینوازه. یونس جان خودش هم بازخوانی میکنه هم رقص میکنه. رقص میکنه. صدایش چگونه است؟ صدایش بنیاد خوب است و تالنتی خوب است. ان شاء الله در آینده یک صنعتکاری خوب میشه. شما میدونید که علاقه مردمی تاجیک این رو دوست داشتن. در راه و در کوچه ها اگر گذر کنید همه خطیش صورت میگیرد. از ما در این رو بیست میشناسن. نمیگوید که در بدم زدن بسیار صورت میگیرن یا که مچ میکنن نمیگوید؟ میگن راستی گپ یک محفل طرف خطلون رفتیم سرود خونده سودم رقص کردی سبت بعدا هشم و سرود خونی بود علاقه ای را گم کردم. دزدیدن رفتیم بعدی پارتیا خونی رفتیم که سرود گفته سید اونجا خطی زنان ککو کامپیوتر خط سرود گفته. در توی ها اهمیت دادم حتی توی دوران با کیسهش پول میتیان دستش پول میتیان. این چیز مقصد از روی مهر و محبت است. البته مو خودشون که مخلصی همیان همیره بیارین میگه و خودشون از روی مهر و محبت خودشون بعد فرزنداشون میگن همیره بیارین دم توی دم مقصد ما دعوت میکنن میگن بچه‌ها کم بیارن خودشون. شما خود اهمیت دادید که در جامعه ما همین گونه کودکایی که هنری فوق‌العاده دارن کم هستند. البته بسیار فرزندایی هستند که هنری خداوندی دارن یکی پس پرده هستند. بله و شما ساعت‌ها به او یاد میدهید یا اینکه خودش ذهنش تیز است؟ دیگه به فرزندم تا حال یکم چی یاد ندادم. چیزی که هست خودش آموخته است از تلفن و از همون چیزایی که سرود یکم خانه در یکم مشق کرده باشم گوش کرده. ای خیلی من یکم بار ایرا مقصد یاد دادگی نیستم. خودتون چند سال شده در روی صحنه هستید؟ من یک طوری 2 سال است که دارم. صدای خیلی هم با قوت دارید، صدای شیرین دارید. فکر میکنم که همیشه در توی مرکه ها هستید. هفته انشالله یک تا نیم تا توی داریم. وقتی پدرت به خانه میآید و از بازار به تو یوگورت میبیارد با پدرت چی میگی؟ جان تکاتم دادا باید گلتی آوادگی هجونک تکاتم دادا. احسن و بیشتر از دستی پدرت چی نمود شیرینی ها میخوری؟ پدرت به خانه شیرینی میبیارد یا که نه؟ چی میبیارد؟ بتین طلب بانان هر چیزک نمخلیا. کنی دندانات نشان تکنی شیرینی خوری سیاه شده باشد؟ نیکو کم میخوری شیرینی؟ کدام خوراک رو دوست میداری؟ اتولا؟ شکراب؟ آفرین. یونس جان در خونه آتت و آچت جمع میشن؟ نه دادم تو دوست میدارم. دوست میدارد نمیزنن؟ آفرین راست میگوید؟ یونس جان دادا بین 4 فرزندش کدامت بسیارتر دوست میدارد؟ اپاشا یا که اکاشا یا که تیا؟ ابراهیم اما خوردگه که؟ چیزو؟ تیا دوست نمیداره؟ دوست میداره و فرزندی مایدکی باشین تا بوده. آفرین
تشکر میگیم. و نوروز جان زندگی شما در کجا است؟ زندگی ما این حال در مرکمی پایتخت در شهر دوشنبه 100 اصلا زاده کجا هستید؟ ما مردمی دنغره. و شما همین سال دوشنبه اومدید یا اینکه از اول 4 سال پیش زندگی در همینجا؟ یونس جان با صدیق میرود؟ نه آرزو دارد نه که مقصد شرایط تو نیست برای صدیق. اینا بینا مثل که مدلچه باشد، لباس‌های زیبا، کاستوم بروکوی زود نام میپوشد، اچکیش رو ببینید چه خیلی خام زیبا. این رو خودتون انتخاب میکنید یا خودش میگه که به من خرید؟ البته خودم انتخاب میکنم. یک پیشتر رفته بیا این قدر لباس‌های خوشرو. یونس جان تو کلان شوی چی کاره میشوی؟ میفرم که حافظی نامدار تاجیکستان میشوم. آفرین. چی آرزو داری؟ میفرم که پیش پرزیدنت رفته برخونم. یونس جان در وصف بابا جانش امام علی رحمان چی سود اذیت کردی؟ امام علی رحمان سروری تاجیکستان 100 بار زنده باشی به بخت ما بچگان. این شعر رو کی به تو یاد داد؟ خودم یاد گرفتم. یونس جان تو الکای چند سرود تیار کردی اذیت کردی؟ 5 تا 4 تا 10 تا چند تا؟ امی 10 تا. 10 تا اذیت کردی؟ آفرین. تو میدونی که کامران جان الکای در پیش جناب علی سرود خوند؟ تو دیدی؟ تو باید سرودی باید میدونی؟ من 2 سال پیش خونده بودم. این سرود تو 2 سال پیش میدونستی؟ آفرین. میدونی اگه زمزمش میکنی؟ یا مثالش رو میدونی؟ کنی؟ در خانه آچه باشد دولتی بچه باشد. در خانه آچه باشد دولتی بچه باشد. اندازه بچه کنه ناز بدار آچه باشد. من برم دری آچه. دوستان عزیز میخواهید که از ورزش پول کار کنید؟ برای شما شرکت باورینا شرکت 1x توصیه میکنم که با پروموکد مهراب 1x استفاده برید. در اولین پرداخت شما صاحب 8000 بونوس بشید. در اینجا بنهایت کیفیسینت های بلند و برد های کلان است. در سیلکه زیر ویدیو بوده تلگرام ما بدروین رجیستر کنید و مخلص کدام ورزشگری هستید هم مخلصی کنید هم پول کار کنید. تشکر میگیم، احسن میگیم. هر نفری که میخواد که رقص رو یاد گیرد با نزدیک یونس جان اومده مشق تمرین کند و یک در یک مدت کوتاه یاد میگیره. یونس جان این رقص تو از کجا یاد گرفتی؟ در تلویزیون نه جناب الله رقصا دیدم همون را تماشا میکنم و همون یاد میکنم و رقص میکنم. در واقع یونس جان رقص کرد و چه لحظه ها به یادم اومد. یگان چرابینی فرهنگی میشود وقتی جناب علی از جایشان میخیزند همگی رو به رقص میگویند که رقص کنید شادی کنید. این منشأ از اون میدهد که وطن ما آزاد است، صلح و دوستدار است و ما هرگاه میتوانیم که در وطن آبادمان شادی کنیم، خرسندی کنیم. همین رقص زیبای یونس جان همین رو شهادت میدهد. تاجیکستان به پیش، ما وطن خود را دوست میداریم. تاجیکستان به پیش. آفرین. یونس جان اهمیت دادم تو هر روز در صحنه یک شیمی کاستومی نو میپوشی. در خانه چند تا شیمی کاستوم داری؟ باز به فکر کنم 50 تا. چند تا داری؟ 5 تا یا 50 تا؟ 50 تا. واه بچه خدا رفته با همراه پدرت میخری؟ ایناش رو خر، نه ایناش پیزه همین خیل یا که پدرت میخرد؟ پدرم میخرد. ای آفرین. اگر شرایط دست میداد فرزند خود رو در کجا مقصد میگذاشته که تحصیل کنه؟ اگر شرایط دست میداد فرزند را در مکتب‌های خوب میموندم، در صدیق میموندم، در بخچه. از بس که مقصد شرایط کم ترک و از این ترک است همین خودم در خونه و اینها مشغول میشم. مادرشون یونس جان همراه اکش خواهرش از کدام حساب میخورن؟ شما اون درآمد ایلاوگی دارید؟ نه ما درآمد ایلاوگی نداریم. از بس که همین فقط توی معرکه یکم توی میزنیم و زندگی را میده دستیم 1000 بشکرانه تینجی سلطا صبح که همین تینجی پیش. اگر رودو توی نباشد، اگر حسد توی معرکه نباشد با رزق یونس جان است. مخلصای عزیز دارد مثل بهترین شخص ها هستند در بر ما نشان رو دستگیر میکنم. عبدالرزاق این حال ما رو تماشا دارد. تو با عبدالرزاق چی گفتن میخوایی؟
عبدالرازی خیزن نگیری خیمه بگیره. عبدالرازی اگر همین سال هم زن نگیری یونس جان میگه که من زن میگیرم. یونس جان تو یاد من نگاه میکنم همه قطعی تو عکس میگیرن، صورت میگیرن، مچک میکنن تا همین چیزا تو میفوره؟ نه اگر صورت میگیرن این مچکین شاپش نه سر خوشوا دادن نمیفوره. در واقع یونس جان میگه که صورت گیرن مایلش لیکن مچک میکنن همون سرخیش درون میمونه نمیفوره. ما دخترها در تویها یونس جان رو سخت مچک نکنید. همین خیلی اکای نوروز یک سوال پرسم میگم که بویسی ملالتون نشود. چرا موی سر شما سیاه و موی سر یونس جان زرد؟ هر کم نگو ما بچه دادم. آفرین. مقصد من چی بود؟ چرا موی سر شما سیاه و موی سر این زرد؟ من در سن سالی همین پسرم موی سرم زرد بود است. شما همین خیلی بودید؟ من در عکس‌های خودم دیدم که موی سر من مثل یونس زردک سرچه خود زردک بودم. آیسته آیسته با مرور زمان موهای سرم سیاه شدن دیگه. عیناً همین گپی نوروجان راست است. برای چی؟ من تو 18 سالگیم در کوچه مرا همه ریژی میگفتم. این خدا این ریژیش چی باشد؟ دلگیر شده بودم. موی سرم زرد بود. همه جا میرفتم موی سرم زرد. یک بار بعدی که سن سالی کلان شدیم یک بار موی سرم سیاه شد و امروز از همون زرده با قبلی گفتی مردم کوچه ریژی اون چی نیست. شاید که یونس جان هم کلان میشد موی سرش سیاه میشود. آیسته سیاه میشود. دادر خواهرش هم موی سرش زرد است. البته انس جان موی سرش زرد است مثل امین و خواهر و برادر خردش سیاه است. هستن در اولاد نفرانی که میخوان که شما استعداد پسرتون رو پیش برید. باز هستن نفرانی که نکن عیب است نکند خیلی گپا هستن نفرانی که مقصد میگن که در روی خوب انتخاب کنیم برای پسرتون. البته ما کوشش میکنیم که فرزندان رو در روی خوب انتخاب کنیم، کسب آموزیم که پگاه یک زندگی خوب داشته باشه. شما همچون پدر میخواید که فرزندتون هنر و صنعت رو ادامه داده آوازخوان شود یا اینکه نه چون راهی صنعت دشوار است؟ راهی صنعت بینهایت دشوار است در همون حالتی که یگام مبلغ گذاری نباشد بینهایت دشوار است. طول 2 سال است کوشش میکنم و جای اساسی هر پیشروی کرد با کمک خودتون؟ هم پیشروی‌های یونس جان با کمک خودم و با کمک برادر عزیز زاکر جان عزیز دوستی ما که بینهایت دستگیری میکند ما رو. شما فقط گذشته در دوشنبه در اجاره زندگی میکنید یا اینکه خانه شخصی خود؟ راستی گپ ما طول 4 سال است از نویای دغره سفر تصمیم گرفتیم که سفر کنیم به زندگی خوب کنیم. 4 سال طول 4 سال است که به اجاره نمیشم در شب دوشنبه. فرزندا کلان شدیستان بینهایت دشوار است. بله من شما رو حس میکنم ولی هستن نفرانی که در میان تماشاگران ما میخوان کمک کنند پیشروی های یونس جان زیاد گردد. اگر مبلغ گذاری کنند شما قبول میکنید؟ انشالله اگر باشن ما هم کوشش میکنیم که به همون درجه‌ای که صنعت بالای خود رو به مردم پیشکش کنیم. یونس جان خوبش گرفت. یونس خوبش گرفت. یعنی که اگر که نفری پیدا شود که خراجات کلیپ یا کیسلوترش رو وظیفه گیرد شما حتما قبول میکنید؟ انشالله نصیب باشد. در آینده نقشه‌های خوب دارم. اگر باشن برادرها در برم راست شود انشالله ما هم با مرد بچه‌ایم در برشان راست میشیم در آینده. من باوری دارم که یونس جان آینده درخشان نصیبش میشود و حتما در مرکز شهر دوشنبه خانه شخصی میخرد، ماشین زیر پایش، سرودخوانی میکند و یکی از آوازخوان‌های نامدار میشود. چه خیلی که خودت گفتی که کلان شوم چیکارا میشوم؟ آوازخوان نامدار. آفرین. کج کبرویو کج نودنی ها پیاله چشمانت خمار. کج کبرویو کج نودنی ها پیاله چشمانت خمار. در قدی نودنی حال جانم بد چشمانی خمار جانم. در قدی نودنی حال جانم بد چشمانی خمار جانم. کج کبرویو کج نودنی حال پیاله چشمانت خمار. کج کبرویو
کج نودنی هول پیولا چشمونت خموره. اصلا میگم در حقیقت با این سرود، با این رقص های زیبایی یونس جان، من حتی توانستم که برقص درایم. شما هم زیر نوار فکر میکنم که رقصیده، شادی کرده. البته یک رنگ و نموی برنامه ما رو یونس جان با هم زیادتر گردونیدن. و تو بهمونی برنامه ما باز میشوی؟ باز میبینی برنامه ما یا میترسی؟ سرود نو تیار کنم باز میایم. آفرین. یونس جان وعده دادن که سرود نو تیار شد باز مهمانی ما میشوند. یونس جان، اکاجانو، اپاجانو از ملک مهاجرت ما رو تماشا میکنن. تو با اونها چی خواهش داری؟ چی تمنا داری؟ چی دعا میکنی در حقشان؟ اکاجانو قریب من سلامت باشم. وطن با شماست. آفرین، آفرین، آفرین. شما چی پیغام دارید با اونهایی که ما رو تماشا میکنن؟ خداوند برادرای عزیزی ما را هر جایی که باشند، خداوند سایبانی سرشان باشند، ساخت سلامت به پیش فرزندای خود بر بگردند و وطن اونها را انتظار است. به نهایت یک وطن زیبا داریم، یک وطنی داریم که در روی دنیا مشهور است. غریبا دایم سربلند باشین، موفق باشین. پروردگار خدا کند که صحت و سلامت به وطن برگردد. دلتون من افتخار میکنم که تاجیکم. آفرین، آفرین، تشکر. حتی باید سخنی خودی بود. حتی این سخن رو از زبان یونس جان شنیدم، باور نکنید خود رو باید از اون قبیله ایستادم. آفرین میگم، احسن میگم. یک مهری کوچک دارد ولی با وجود این وطن رو دوست می‌دارد. خداوند همیشه تاجیکستان رو دوست داری. در خدمتی کی باشی؟ تاجیکستان با پیش. با همین عباره تاجیکستان با پیش ما برنامه رو حسنی انجام می‌بخشیم و مهمون برنامه روبرو بودن یونس جان نوروز و نوروز جان قربان. تنسیت و خاطرجم و خانه آباد باشه. خیر.